سلام، حالتون چطوره؟ وان ریاکتای عزیز، اومدیم با یه دوبله فوق‌العاده خاص، دوبله گرند تور. بچه ادامه ویدیو اگه خوشتون اومد، اگه لذت بخش بود واسهتون، لطفاً با سابسکرایب و کامنتاتون ما را حمایت بکنید. ممنون. سلام. خیلی ممنون. خیلی ممنون. سلام. خیلی ممنون از همتون. من واقعا ممنونم. به گراند تور خوش آمدید. واقعا خوش آمدید. در برنامه امروز من یک ماشین لاکچری رو میرونم، جیمز یک باربر رو میرونه و ریچارد هم چیز میرونه. ببخشید، ریچارد یه مبارزه تن به تن داره. به همه اینا میرسیم، ولی اول از همه بذارید بهتون بگم که کجا هستیم. آفریقای جنوبی. اونجا در دوردستا ژانسبورگ رو میبینید. به اینجا میگن مهد بشریت. دلیل این نامگذاری اینه که باستان شناسا فهمیدن که در همین نقطه بوده که بشر از میمونها جدا شده. بشر میمون. خب هنوز برنامه رو شروع نکردیم. خب آخه من دارم سعی میکنم عمیق فکر کنم. اینجا نقطه شروعه. فقط یاد گرفتی جوراب پات کنی. فرقت با اونا همینه. من دارم سعی میکنم عمیق فکر کنم، چون اینجا نقطه شروعه. اینجا جاییه که تمام تاریخ بشریت شروع میشه. هر کسی که میاد اینجا حس خونه بودن بهش دست میده. اون وقت اینا به من مطلق میده. چیه؟ چقدر طول کشیده تا یه سری از ماها از میمونا جدا بشن؟ تقریبا 2,000,000 نه 200. شما تو خونه شاید براتون سوال بشه که چرا اینجا همه دارن دست میزنن. دلیلش اینه که در حالی که تمام انسان‌ها با مفهوم ریاضیات آشنا هستن، رئیس جمهور آفریقای جنوبی جیکوب زوما اصلا نمیدونه. چطوره بگم، انگار با این مفهوم آشنا نیست. یک کلیپ هست که منظورمو به خوبی میرسونه. تعداد اعضا به این عدد رسیده: 769 700. خوب گوش کنید. 769,820. فقط 820. بله واقعا. نکته جالب اینه که جیکوب زوما اینجا زیاد مورد بحث قرار میگیره. به تازگی تو خونش یک استخر ساخته و چون از پول مالیات برای ساختنش استفاده کرده، گفته یک ذخیره آب برای مواقع آتش سوزیه. به نظر ما اگر آتش بگیره میتونه بپره تو آب و خودشو در عرض 1300 به قول خودش یه موتور آتش‌زام خریده. این خیلی خوبه. بله خیلی خوبه. در ضمن یه آمبولانس هم خریده برای اینکه از خودش مراقبت کنه. درسته. اتومبیل رانی در آفریقای جنوبی. مشکل بزرگ اینجا حیات وحشه، چون چجوری میشه به راننده هشدار داد که جلوتون یه چیزی شبیه گوزن هست که ممکنه پر از گاز هلیوم بشه. خب قانونگذاران یه کاری کردن، اونا این علامت رو درست کردن. بد نیست، فقط اسمش رو اشتباه گذاشتم. چی آخه این اشتباه ساخته؟ نه اینا شامپانزه نیستن. نه نیستن. اینا
ما انگلیسی هستیم، میدونیم که اینا شامپانزه نیستن. البته شامپانزه های این اطراف خیلی خطرناکن. بهتر از پلیس محلی استفاده از تفنگ و بلدن. میخواد ازش به عنوان سکوی پرتاب استفاده کنه. ببخشید میشه بریم سراغ برنامه؟ آره بریم. آره. خب با استون مارتین شروع میکنیم. این شرکت به تازگی احتمالاً یه جلسه داشته و مدیرانش گفتن که تا فیلم بعدی جیمز باند چند سال دیگه مونده و ما تو استون مارتین باید چند تا تیتر اصلی رو به خودمون اختصاص بدیم و تصمیم گرفتن ماشینی بسازن که بهترین باشه. منظورشون ماشینا مسابقه نبوده، چون برای مسابقه دادن قوانینی هست راجع به اندازه موتور، نوع لاستیک، اندازه. و منظورشون ساختن یه ماشین جاده‌ای هم نبوده، چون قوانین سوخت و آلودگی سرعت ماشین خیلی میگیره. دقیقاً میخواستن یک ماشینی بسازن که تابع هیچ قانونی نباشه. انگار این کارا کرد. اونا این ماشین رو ساختن. قیمتش 1.8 میلیون پوند و اسمش ولکان. این نظیره مگه نه؟ ولی زیاد کاربردی نیست. باید رفت تو. از این ور. از جلو برم. چطوری برم تو؟ حالا دیگه کاملا گیر کردم. آره بالاخره رفتم تو. بعد چیکارش باید بکنم؟ باید راش بندازم این فرمون. بعدم باید چیکار کنم؟ خوبه پا روی کلاج و بعدم باید روشنش کنم. این موتور 12 سیلندر 7 لیتر. کاملا عادیه. وقتی راه افتادم اوضاع بهتر نشد. حتی تو سرعت‌های کم صدا زیادی می اومد. برای همین این میکروفون مسخره رو گذاشتم که صدا ما بشنوه. پر سرصداترین قسمت ماشین موتورش نیست. صدای ترمزاشه. به شدت پر سرصداست. انگار دارم یک بچه خوک رو لگد میکنم. وقتی گاز میدی اوضاع خیلی بدتر میشه. نمیخوام بگم مثل این میمونه که خرس بهت حمله کرده باشه، چون اینجوری نیست. ولی مثل این میمونه که با یه خرسی که داره به حمله کردن بهت فکر میکنه تو یه اتاق باشه. الان من موتور رو با استفاده از این دکمه به پایین ترین حالت رسوندم. الان داره 500 اسب بخار توان تولید میکنه و سرعت نیست که ترسناکه، بلکه صدا و خشونت و ارتعاشاته که ترسناکه. امکانات زیادی هم نداره. مثلا پنجره ها پایین نمیان، هیچ امکانات جانبی نیست و
فرمونش هم نصفه است. ولی یه چیزی هست که به ازای 1.8 میلیون پوند گیرت میاد. یک سفر رایگان در مسیر مورد علاقه خودت، جایی که راننده آزمایشی همین ماشین یعنی استون مارتین بهمون رانندگی با ماشین رو یاد میده. اونم چه ماشینی؟ ماشینش قشنگه نه؟ آی لعنتی! موتور الان داره 820 اسب بخار توان تولید میکنه و سرعتش هم نشون میده که الان 0 تا 100 رو تو 2.9 ثانیه میره و با اون باله عقب بیشترین سرعت 208، ولی به نظر خیلی سریعتره. خیلی باله عقب رو ببینید چه میکنه، خیلی به سرعت کمک میکنه. چیز دیگه که در ازای پولتون گیرتون میاد تعدادی مکانیکه، ولی متاسفانه ترمز دستی نداره. درسته کاری که الان من کردم اینه که آره فرمون در بردم، پس دیگه نمیتونم بذارمش تو دنده که حرکت نکنه. خدای من عجب دنگ و فنگی داره این ماشین. داره میره کمک. وایسا. ولی بالاخره تونستم متوقفش کنم. جکا گذاشته شد و مکانیکا شروع کردن به کار کردن. ویژگی ولکان همینه، زاویه باله، بدنه، سیستم تعلیق، ترمز، همه چیز میتونه متناسب با سلیقه شما تنظیم بشه. بعد از 10 دقیقه که وانمود کردم میفهمم چی کار میکنن، دوباره وارد مسیر شد. ولی ماشین عین قبل دیوونه بود. ولی در عوض من عوض شدم. الان فکر میکنم حدود 3 یا 4 ساعته که دارم باهاش رانندگی میکنم و کم کم دارم درکش میکنم، دارم بهش عادت میکنم، دارم بهش اعتماد میکنم. حالا دارم میفهمم که چرا ولکان پیست نرادو در جنوب ایتالیا رو 9 ثانیه زودتر از مکلارن P1 تموم میکنه. 9 ثانیه برای ماشین مثل 1 سال میمونه. متوجه چی میگم؟ 9 ثانیه برای ماشین واقعا مثل 1 سال میمونه. فرماندهی عالی در پیچ‌های تند و بعد در مسیر نامستقیم نزدیک به 1.5 تن نیروی عمودی به لطف ایرودینامیکی ماشین. قدرت موتور که حس قدیمی بودن داره عالیه. تعجب میکنم که چرا کاربوراتوری نیست. عاشق این ماشینم، واقعا عاشقشم، چون این ماشین خارق‌العاده است. چیزی که بیشتر از همه دوست دارم راجبش اینه که این ماشین بستر آزمایش نیست. این ماشین نمونه از ماشینای آینده نیست، بلکه بزرگداشتی از ماشینای قدیمیه. هر چی که هست انگار این ماشین خود راکن روله.